توی ویدیوی قبلی اومدیم و یه سری نقاط رو توی یورو ایودی با هم دیگه علامت زدیم و گفتم بهتون که ما اینجا یه نقطه روزانه داشتیم که قیمت اومده بهش واکنش نشون داده و این حالتی که اینجا اومده اتفاق افتاده به احتمال خیلی زیاد یک اصلاح هست، اصلاحی که برای این حرکت اتفاق افتاده و به احتمال زیاد قرار هست ادامه حرکت به این صورت باشه. اما آیا این شروعی که از اینجا داشتیم به سمت بالا شروع این حرکت اصلی و انتهای این اصلاح هست یا نه؟ که خدمتتون توضیح دادم، گفتم فکر میکنم که اینطور نیست، یعنی هنوز اصلاح در واقع تموم نشده، یعنی به نقطه مهم خوبی نخورده که بخوایم بگیم از اونجا میخواد حرکت اصلیشو شروع کنه، یا حتی اگه این نقطه خوبی هم بوده باشه تایید خوبی اینجا بهمون نده که بدونیم قرار هست از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه یا نه. و خدمتتون گفتم بهتر بود که این کندل نزولی که اینجا خورده بود به این نقطه دیلی ما، این کیس کندلی که اینجا داریم، اوپن و کلوز این دوتا کندل سعودی که پشت سر هم هست رو دارم خدمتتون عرض میکنم. بهتر بود در واکنش به این نقطه مهم توی تایم فریم روزانه این کندل سعودی می اومد و بالای این کندل نزولی بسته میشد که این کندل نزولی ما رو تبدیل میکرد به اوردر بلاک و اون موقع میتونستیم بگیم احتمالاً میخواد بیاد امروز اونو تست بکنه و بعد حرکت بکنه بره به سمت بالا، که میبینید این اتفاق نیفتاد. اینجا تبدیل شد به تقریبا میشه گفت ایکوال هایز، دو تا های یکسان. حالا قرار نیست حتما توی نقطه باشه که بگیم اینا یکسان هست، یه ذره با هم دیگه فاصله داشته باشه هم اوکی. به هر حال اومد امروز استاپای اینو زد و دیروز اگه یادتون باشه، یعنی در واقع توی ویدیوی قبلی خدمتتون گفتم که ما اینجا دوتا لو داریم که نقدینگی خوبی میتونه باشه که قیمت بیاد بهش برخورد بکنه و حداقل استاپای این زیر رو جمع بکنه. و میبینید که بعد از اینکه استاپ های این بالا رو زد به سمت پایین حرکت کرد و احتمال میدم بیاد این استاپ ها رو بزنه و در قدم بعدی بیاد استاپ های حتی این پایین رو هم بزنه، زیر این سوینگ لو رو هم بزنه، کسایی که اینجا اومدن حالا بای زدن رو هم استاپشون رو بزنه، بخوره به این نقطه هفتگی که اینجا داریم، این ویکلی بی سی که داریم، یعنی میشه اینجا به این برخورد بکنه و احتمالاً از اینجا به خودون حرکت از شروع بکنه اگر بهمون تایید بده. اگه تایید نده که اون موقع نقاط بعدی که این پایین‌تر هست رو در نظر میگیریم که بخوایم در ادامه انتظار داشته باشیم بره به اونا برخورد بکنه و از اونجا حالا بخواد حرکت خودش رو به سمت بالا انجام بده. نکته‌ای که میخوام اضافه بکنم به صحبتایی که قبلا داشتیم این هستش که کندل ما که این شکلی، اجازه بدید من اینو پاک کنم، کندل ما که این شکلی داره تشکیل میشه و حدوداً 5 ساعت دیگه بسته میشه، کندل روزانه، اینجا برامون یه نقطه مهم میذاره، اینجا کلوز این کندل سعودی و اوپن کندل نزولی. اینجا ما یک نقطه مهم داریم که من اونو رزिस्टنس در نظر میگیرم، یعنی نقطه‌ای که میتونیم انتظار داشته باشیم قیمت بهش برخورد بکنه و به سمت پایین حرکت بکنه. نکته خیلی جالبی که اینجا میتونیم بهش اشاره بکنیم و بهتون بگم این هستش که همین نقطه روزانه‌ای که ما علامت زدیم اگر برید تو تایم فریم 12 ساعته میبینید که یک اوردر بلاک بسیار تمیز و خوب و قشنگ است. پس میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر امروز نره و استاپ رو نزنه و همینجوری کندل ها بسته بشه، فردا میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت بیاد به این اوردر بلاک 12 ساعته که نقطه مهم روزانمون هم هست برخورد بکنه و بعد حالا از اون استفاده بکنه بیاد به سمت پایین. یا اگه این اتفاق نیفته و از همینجا شروع بکنه بره به سمت پایین و از اینجا بخواد بیاد بالا، یعنی همون حالتی که گفتیم بیاد به این نقطه هفتگی ما برخورد بکنه، استاپ این زیرو بزنه و بعد بخواد حرکت بکنه بره به سمت بالا، اون موقع باید وقتی به اینجاها رسید حواسمون جمع باشه، چون اینجا یه نقطه مهم تمیز 12 ساعته و روزانه داریم. پس این دو تا حالتی که خدمتتون گفتم رو در نظر داشته باشید. و اونم یه چیز دیگه هم خواستم بهتون بگم، اونم اینه که این بالا هم ما یک نقطه مهم دیگه داریم، دوباره همون چیزی که اینجا توضیح دادم، اوپن کندل سفیده و کلوز کندل، ببخشید برعکس گفتم، اوپن کندل نزولی میشه و کلوز کندل سعودی، و همین حالت رو که اینجا بهتون گفتم نقطه نزولی داریم دقیقاً همین حالت رو اینجا هم داریم، یعنی کلوز کندل سعودی اوپن کندل نزولی. اینجا هم پس باید حواسمون باشه وقتی قیمت اومد به سمت بالا حرکت کرد میتونه به این برخورد بکنه و یه حرکت نزولی بهمون بده. پس نباید مستقیم انتظار داشته باشیم که بعد از اینکه حالا کاراشو این پایین انجام داد یهو بیاد بره به سمت بالا، چون جلوش یکی اینو داریم یکی دیگه هم اینو داریم. و این پایین هم بذارید تایمای دیگه هم نگاه کنیم ببینیم آیا نقطه خوبی هستش که بخوایم بگیم میتونه بهش واکنششون بده یا نه. تو تایم فریم 2 ساعته که میایم میبینیم دقیقاً زیر این خط سبز رنگ که نقطه هفتگی بود
یه اوردر بلاک 2 ساعته تمیز تست نشده داریم. پس اعتبار این اوردر بلاک 2 ساعته خیلی بالاست چون ترکیب شده با این نقطه هفتگی ما. و اینجوری هست که شما میایید و نقاط مهمی که تو تایم پایین هست رو و اونایی که قرار هست کار بکنه رو از اون نقاط مهم تایم پایینی که قرار کار نکنه جدا میکنید با ترکیب کردنشون با نقاط مهم تایم بالا. چرا من نگفتم مثلا این 2 ساعته برامون مهم هست یا چه میدونم این 2 ساعته برامون مهم هست؟ چرا اینو گفتم؟ چون که بالاتر از این نقطه مهم ما اگه من یه باکس دور این منطقه‌مون بکشم مشخص میشه. یعنی ترکیب شده با این. اوکی؟ پس احتمال این که این نقطه کار بکنه بالاست. حالا همه این توضیحاتی که دادم به این معنی نیستش که ما بیایم و اینجا پوزیشن لانگ قرار بدیم، چه حالا تو این خط سبز رنگ هفتگی چه توی این اوردر بلاک 2 ساعته. ما همینجوری نمیایم معامله باز بکنیم، باید منتظر بمونیم ببینیم در برخورد به این نقاط ما چه تأییدی بهمون میده و اون تأییدی که بهمون میده آیا ارزش معامله کردن داره یا نه. اینا رو حالا گوشه ذهنتون داشته باشید. منتظر میمونیم ببینیم که چه اتفاقی قرار هست بیفته. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.